دوستان عزیز، وقت همگی بخیر. خیلی خوشحالم که افتخار دارم امروز در خدمتتون باشم. با تشکر از شما عزیزان و حضورتون و شرکت بریج تو ساکسس، پلی به موفقیت، با اجازهتون یک سری برنامه رو اقلاً 4 هفته درباره مهارت‌های ارتباطی و روابط سالم انسانی شروع می‌کنیم. عزیزان، وقتی که راجع به روابط انسانی صحبت می‌کنیم، خوبه که یه تعریفی، یک درک عمیق‌تری از رفتار داشته باشیم. رفتار انسانی آنچه هست که ما می‌بینیم، میشنویم، حس می‌کنیم و روی احساساتمون اثر میذاره. حتما عمل نیستش. ما وقتی میگیم رفتار، اتوماتیک عمل به فکرمون میرسه، ولی این اونی هست که میبینیم، میشنویم، حس میکنیم، روی احساساتمون اثر میذاره. فرضاً شما وارد یک اتاقی، وارد یک مهمانی مجلسی میشین، یک نفر یک نگاه خیلی گرم، قشنگ، محبت آمیز، دعوت کننده‌ای به شما میندازه. حتی اگر شخص غریبه باشه، شما چقدر احساس خوبی میکنین. احساس میکنین که یک نفر به خونش خوش آمد گفته به شما. با یک آرامش و شادی دیگری، با یک راحتی دیگری میشینید. طرف نه چیزی گفته، نه حرکتی کرده، نه عملی ازش سر زده، ولی نگاهی که به شما داد، عشق و محبتش رو به شما، به قلب شما نشوند. این رفتار حساب میشه. یک نکته دیگری که میخواستم خدمت شما عزیزان عرض بکنم این هستش که ما در رفتار انسانی، در روابط سالم انسانی، خیلی وقتا لازم میشه مشورت کنیم، لازم میشه مشکل حل بکنیم و خوبه که راجع به مالکیت مشکل هم یه درک عمیق‌تری داشته باشیم. وقتی یک مسئله تو زندگی اتفاق میفته، فرضاً من با بچه 3 سالم نشستم توی حیاط، این بچه میدوه، میخوره زمین، پاش زخم میشه. یک اتفاقی افتاده تو زندگی، مالکیت مشکل با کیست؟ بچه من میاد توی آشپزخونه میگه گرسنمه. یک مسئله اتفاق افتاد. مالکیت این مشکل مال کی هست؟ من میخوام سوار ماشین بشم برم منزل، ماشین شما پشت ماشین من پارک کرده و من نمیتونم ماشینم رو حرکت بدم. مالکیت این مشکل مال کیست؟ و تعداد مثال ها بسیار زیاد هستش. در هر مقطع از زندگی، با هر حادثه کوچیک و بزرگی که اتفاق میفته، مالکیت مشکل با کسی است که احتیاج برآورده نشده داره و یا از عملکرد کاری بازداشت شده. فرضاً بچه‌ای که میاد توی آشپزخونه به مادرش میگه گرسنمه، اینجا اگرچه که خیلی پدر مادرای خوب فکر میکنن این مشکل منه، باید بدوم حل کنم، مسئولم، وظیفه منه که بچه‌مو غذا بدم، ولی کی در این تصویر احتیاج برآورده نشده داره؟ بچه گرسنه نشه، راحت نمیتونه بشینه بازیشو بکنه. و در ادامه این صحبت وقتی خدمتتون عرض میکنم که بسته به این که مالکیت مشکل با کی هست، ما چه اقدامی در موردش میتونیم انجام بدیم، خیلی مشخص میشه که اگر که این مالکیت رو به صاحب درستش نگه داریم، اگر نگاه دقیق علمی به هر حادثه‌ای داشته باشیم، خیلی مؤثرتر واقع میشیم، خیلی بیشتر میتونیم کمک طرف کنیم، رابطمون ساخته میشه در این مراحل با هر مثال کوچیکی و هر دو نفرمون، هم من همون عزیزم که احتیاجی داره، رشد میکنیم در نتیجه این تجربه. بنابراین دقت روی مالکیت مشکل یک مسئله کلیدی است که خیلی به راحتی میتونه خیلی سازگار و مفید باشه در زندگی. دقت بفرمایید عزیزان، ما وقتی به زندگی نگاه میکنیم به طور خیلی خیلی بزرگ، میتونیم مسائل زندگی، چیزهایی که اتفاق میفته که باید از پسش بر بیایم رو به چند قسمت کلی تقسیم کنیم.
یک قسمت شاید به 4 قسمت کلی. یک قسمت میتونیم باشه موقعی که من راحتم، در این لحظه هیچ احتیاج برآورده نشده‌ای ندارم، ولی خب دیگری، عزیزی، دوستی، کسی یک احتیاج برآورده نشده داره، در واقع مالکیت مشکل با دیگری است. من اینجا در این لحظه راحت نشستم، حتی اگر 100 تا مشکل دیگه با مسائل دیگه تو زندگی دارم. یک نقطه دیگه، یک بخش دیگری از زندگی، بخش دوم میتونیم باشه که نه دیگری مشکلی داره در زمان حال و نه من. فرضاً همه رفتیم توی پارک نشستیم، پیکنیکی داریم استراحتی میکنیم، بازی میکنیم، از چمن و گل و درخت لذت میبریم. اطرافیان و عزیزان من راحتن و من راحتم. یک منطقه، یک بخش سوم دیگری از زندگی میتونه به طور کلی این باشه که من مالک مشکل هستم. اونجا بچم اومد گفت گرسنمه، یا بچم خورد زمین پاش خراشیده شد و خون اومد. اینجا من ممکنه یه مشکلی تو زندگی داشته باشم. من میخوام ماشینم رو روشن کنم برم منزل و یه نفر پشتم پارک کرده، نمیتونم تکون بخورم. این میشه بخش دیگری، بخش سومی از مراحل کلی زندگی. و یک بخش چهارمی هم اگر بخوایم به طور خیلی کلی تقسیم بندی کنیم، میتونه این باشه که من و شما هر دو با هم مشکل داریم. فرضاً من میخوام ماشینم رو حرکت بدم، ماشین شما پشت ماشین منه، اشکالی داره و شما نمیتونین روشن کنین یا کلیدتون رو گم کردین، نه شما میتونین حرکت کنین نه من میتونم حرکت کنم. با این احتیاج شخصی که باید الان روز رو تعطیل بکنیم، دنبال کارمون بریم یا به غذامون برسیم یا به خانواده‌مون برسیم، نه شما میتونی حرکت کنی نه من میتونم حرکت بکنم. بنابراین موقعی هست تو زندگی که 2 نفر که روبرو هستن در یک مسئله خاص، هر دوتاشون در اون زمان در اون مسئله خاص مشکل دارند. و عزیزان، برای هر کدوم این مراحل کلی، این 4 مرحله که خدمتتون عرض کردم، ما از مهارت‌های خاصی استفاده می‌کنیم که تصویر بهبود پیدا بکنه، کمک بکنیم مشکل حل بشه، خودمون و عزیزانمون رشد بکنیم و رابطمون این وسط ساخته بشه. ما وقتی درباره روابط انسانی صحبت می‌کنیم، فرضاً اگر من با شخص دیگری، اگر من با خواهرم اینجا در میون هستم، 3 تا موجود زنده اینجا وجود داره. یکی من، یکی این عزیزم و یکی مثل درخت کوچولویی که با هم کاشتیم که باید رشد کنه و بهش رسیدگی بشه. رابطه ماست که این وسط هست. به زندگی زناشویی نگاه بکنید، زن هست، شوهر هست و رابطه هست اون وسط. 3 تا موجود زنده باید بهشون رسیدگی بشه و رشد بکنن و سالم بمونن. بنابراین یک هدف بزرگ در این که مهارت‌های مختلف رو استفاده کنیم و در بخش‌های مختلف زندگی مسئله رو حل کنیم، بهبود ببخشیم، به خودمون کمک کنیم، به دیگری کمک بکنیم، این هست که رابطمون هم رشد بکنه و سالم‌تر بشه. هر 3 تا موجود زنده‌ای که در این رابطه انسانی سهیم هستند و وجود دارند، بهشون رسیدگی میشه، سلامتشون بالا میره، قابلیت‌های بهتری درشون ساخته میشه، ابزار زندگی جدیدی در اثر هر کدوم از این مسائل زندگی ما به دست میاریم و قوی‌تر و سالمتر و محکم به پیشواز آینده میریم. با اجازهتون امروز فقط به قسمت اول این تصویری که عرض کردم رسیدگی میکنیم. موقعی که یکی از عزیزان ما مسئله دارن، در موقعیتی که مالکیت مشکل با دیگری است، خوب من چی کار انجام بدم؟ در این مورد خدمتون عرض کردم که در هر مورد ما مهارت‌های خاصی، حتی بخش‌های مختلف مغز رو استفاده می‌کنیم و راه حل پیدا می‌کنیم. در این مورد خاص از مهارت‌های کمکیمون استفاده می‌کنیم.
ما مهارت‌های بسیار زیادی تو فکرمون، تو وجودمون، تو برنامه ریزی وجود قلب و مغزمون داریم، ولی مهارت‌های کمکیمون یه مهارت‌های خاصی هستن و حتی در مهارت‌های کمکی هم ممکنه مهارت‌های بسیار زیادی 100 تا 1000 تا کمک از دست من ممکنه بر بیاد، ولی در این مورد خاص که دیگری مالک مشکل هست، یکی دو تا از اونها رو لازم استفاده کنم که باعث بهبود تصویر بشه. هدف چی هست اینجا؟ از مهارت‌های کمکیم استفاده میکنم که به دیگری کمک کنم تا خودش مشکل خودش رو حل بکنه، نه اینکه من بپرم وسط و مشکل این شخص رو حل بکنم، حتی اگر با بچه 2 ساله روبرو هستم. فرق نمیکنه. یک مسئله که میخوام گوشزد بکنم این هست که در این صحبتی که داریم سن افراد، نوع رابطهشون و زمان و مکان و موقعیت فرق نداره. این میتونه یه مادر با بچه 2 سالش باشه، میتونه ازدواج زن و شوهر باشه، میتونه روابط خانوادگی باشه، روابط با دوستانمون باشه، میتونه در یک دفتر بزرگ و یک شرکت کاری بزرگ باشه که فرضاً 100 تا 5000 تا کارمند دارن. فرق نمیکنه. وقتی راجع به روابط انسانی حرف میزنیم، مسائلی که خدمتتون عرض میکنم ابزاری هستند که هر جا که 2 تا انسان با هم روبرو هستند به کار گرفته میشه. مثل زبانی که ما استفاده میکنیم تا صحبت کنیم، فرق نمیکنه کی هست، کجا هست، چه موقعیتی هست. وقتی که عزیزی یا دیگری مالک مشکل هست و احتیاج برآورده نشده داره، یکی از آسونترین راه حل هایی که میتونیم پیاده بکنیم این هست که به ایشون اطلاعات بدیم. و دوستان عزیز دقت بفرمایید که هرچه سن افراد کمتر هست یا تو موقعیت و روابط جدیدتر و تازه تری هستن که وارد نیستن، بیشتر این راه حل رو استفاده میکنیم. فرضاً یک بچه 5-6 ساله‌ای که با پدر مادرش داره مسافرت میره یا از منزل رفته بیرون، مهمونی هست، جای دیگه است. 100 تا سوال داره که در منزل خودش ممکنه نباشه. گرسنمه، میشه اینو بخورم، به این دست بزنم، بازی میتونم بکنم، تو این اتاق میتونم برم، تو حیاط میتونم برم، یا اگر تو ماشین هست که توقف میکنیم، که استراحت میکنیم، که غذا میخوریم. تمام این سوالایی که در زندگی روزانه خودش حل شده بوده، ولی وقتی تو موقعیت جدید هست، به خصوص وقتی سن کوچیکتر هست، این بیشتر سوال میشه. حتی افراد بزرگسال، 2 نفر که با هم تازه آشنا میشن، 90% رابطهشون در این حول و حوش دور میزنه. اطلاعات به هم میدن، اطلاعات میگیرن از علاقهشون، از سلیقه هاشون، چیزهایی که دوست دارن، دوست ندارن، تجربه هاشون، مرتب برای هم تعریف میکنن. اینو دوست داری، اونو دوست نداری، اگر اینجا بریم اشکالی نداره، اگر این رستوران بریم اشکالی نداره. هزارها سوال هست که میشه تا اینکه رابطه پایه بگیره. خیلی وقتا این وقتی تشخیص میدیم که این طرف اطلاعات لازم داره، اطلاعات رو میدیم و مسئله حل میشه. یه موقعی هست که اطلاعات دادن تشخیص میدیم به درد نمیخوره، این طرف احتیاج به چیز کمک دیگری داره. فرضاً یک جای جدید، یک جای غریبه هستین و یک بچه کوچیکی، یه مثالی که روانشناسا خیلی دوست دارن اینه که یه بچه کوچیکی میگه من لازم داره برم دستشویی. اونجا جایی نیست که پدر مادر وایسن اطلاعات بدن و سوال بکنن و حرف بزنن. بلافاصله باید احتیاج این بچه رو برآورده بکنن. پس یه موقع اطلاعات دادن، جواب دادن، مگر اینکه البته بچه بزرگتری باشه، کمک میکنه. بعضی جاها هست که صحبت کردن نداره. خب عزیزان، به راه چاره دوم میرسیم از مهارت‌های کمکیمون که در این موقعیت استفاده میکنیم. در مواقعی که اطلاعات لازم ندارند یا اینکه اطلاعات رو دادیم و هنوز میبینیم این عزیز با احتیاج برآورده نشده نشسته و در تلاطم و طوفان هست، اونجا موقعی هستش که
تکنیک های گوش دادن فعالانه و مؤثر و سالممون رو به کار میبریم. دقیق گوش میدیم که این طرف بتونه احساساتش رو بیان کنه. در طی بیان احساساتش مسائل و مشکلاتی که در قلبش هست، 1 2 تا 3 تا هر چند تا که هست، واضح میشه، مشخص میشه. مشکل اصلی چیه، ناراحتی چی هست، بهانه ها چی هست. و وقتی که تمام اینا مشخص شد و طرف تو قلبش و فکرش مشکل اصلی رو تونست بررسی بکنه، طبیعتاً قادر هست که مشکل خودش رو خودش حل بکنه. ولی خب نقش مای شنونده چیه؟ محیط امنی رو براش فراهم کردیم که ایشون بتونه احساساتش رو مطرح کنه، سخنرانی نشنوه، قضاوت نشه، احساس بدی نکنه، احساس گناه نکنه، کسی بهش درس زندگی در اون لحظه نده، حتی اگر اینا لازم هست در اون لحظه کمک کار نیست، حتی مخرب میتونه باشه. و با نهایت امنیت، حالا حتی اگر این احساسات یه خورده شدید باشه، حتی اگر بیجا باشه، حتی اگر به مسئله که اتفاق افتاده ربطی نداشته باشه، طوفانیه که سالها یا ماهها تو قلبش بوده، الان با این فشار داره ریخت، مثل آتش فشار، با این فشار داره میریزه بیرون. وقتی احساس بکنن که محیط امنی دارن و کسی میتونه به حرفشون گوش بده و هر 1 دقیقه‌ای که صحبت میکنن، هر 30 ثانیه‌ای که صحبت میکنن، این احساس آرامش درونشون و روشنایی فکر و قلبشون بیشتر و بیشتر میشه. درست انگار که یک ابر بزرگی، یک طوفان بزرگی تو مغز و قلبشون بوده، با آرامش شما، حضور شما، محیط امنی که میتونن اینها رو بیرون بریزن، انگار یک نفر یه چراغ قوه گرفته و تمام گوشه های مختلف زندگی رو براشون روشن کرده که تصویر رو واضح میبینن. درد این تصویر، فشار این تصویر رفته رفته میره پایین و با اون روشن شدن تمام گوشه های مطالب یا مطلب خاص، طبیعتاً ایشون به راه حلش میتونه دست پیدا کنه. عزیزان، با اجازهتون قسمت آخر این جمله رو یه توضیح بدم قبل از اینکه تکنیک ها و قدم های مختلف این گوش دادن فعالانه رو صحبت کنیم. ما بیشتر از 350 سال هست که تحقیقات مختلف در زمینه‌های مختلف رفتار انسان، افکار انسان، روانشناسی و رواندرمانی دور دنیا داریم. برای ما مشخص هستش و با تجربه‌ای که در طی سالیان سال ما پیدا کردیم، برامون مشخص شده که وقتی که زندگی یک مسئله، مشکلی، چالشی رو جلوی پای شخصی میذاره، در هر سن و موقعیتی فرق نمیکنه، اون شخص قادر هست که در اون سن و در اون موقعیت اون مشکل رو حل بکنه و ازش یاد بگیره و پیشرفت کنه. اگرچه که در لحظه اول ممکنه ما راه چاره ها رو نبینیم، در لحظه اول فشار بهمون زیاد میاد و احساس میکنیم که این مسئله برای من بیش از حد بزرگه، من که نمیدونم، من که نمیتونم، من که قادر نیستم اینا رو حل بکنم، من که ابزار کار لازمه رو ندارم و. ولی وقتی آروم میشیم، قلبمون آروم میشه، این طوفان تو فکرمون میخوابه، تصویر رو روشن و دقیق و علمی بهش نگاه میکنیم، در واقع وقتی احساسات فرو میکشه و مغزمون قوی تر به کار میفته، میبینیم که راه چاره و هم معمولاً هم بیشتر از یه راه چاره وجود داره. راه چاره‌های مختلفی به فکرمون میرسه و هر کدوم رو انتخاب بکنیم، معمولاً اونی که آسان‌تره، اونی که بهتره، اونی که زودتر انجام میشه بهترین راه چاره است، یا اونی که به سلیقه طرف بهتر میخوره. برای همین هست که اگر عزیزی با مشکلی پیش من بیاد، من به جایی که راه چاره خودم رو دوش ایشون بذارم که ممکنه به وضع ایشون، به سلیقش، به زندگیش اصلاً بخوره یا نخوره، کمکش میکنم که خودش راه چاره خودش رو پیدا کنه که در طی این مرحله قدم هایی که ورمی داره، کند و کاوی که میکنه، شاید هم سخت باشه، دست و پایی که میزنه، وجودش قوی تر بشه، ظرفیت و قابلیتش در زندگی بالا بره و
مغزش خیلی دقیق‌تر یاد بگیره که برای آینده چجوری راه چاره ها رو پیدا بکنه. انگار که یه پلی بین مغز راست و سمت چپ مغزش ساخته میشه که وقتی ناراحتی، فشار، استرس، نگرانی تو مغز راست هست، بلافاصله بعد از چند تا تمرین از روی این پل میره به قسمت چپ که راه حل ها هست، منطق هستش و ایشون نگاه میکنه خیلی خب مسئله اینه، این راه حل ها رو میتونم پیاده کنم. هرچی که افراد بیشتر تمرین کنن، حتی بچه های کوچیک، این واکنش و این مرحله خیلی راحت‌تر و اتوماتیک‌تر اتفاق میفته. دفعه اول و دوم و دهم شاید تمرین باشه، بعد اتوماتیک میشه. و به خصوص بچه ها و جوان هایی که با این قابلیت بزرگ میشن جزو موفق ترین افراد میشن. اعتماد به نفسشون میره بالا، راحت هستن، احساس میکنن تو زندگی استقلال دارن، احساس میکنن که از پس همه چی تو زندگی میتونن بر بیان. اصلا شما موجودات متفاوتی رو جلوتون میبینید وقتی که یاد میگیرن و این پل تو مغزشون ساخته میشه. حالا چطور این کار رو انجام میدیم؟ شخص دیگری مشکلی داره، مالکیت مشکل با اوست و پیش ما میاد. 4-5 قدم اینجا میتونیم برداریم. 4-5 مرحله این گوش دادن فعالانه و مؤثر 4-5 مرحله داره. مرحله اول این هست که ما در نهایت سکوت و آرامش و دقت گوش میدیم. یعنی باید سراپا گوش باشیم، چشممون، صورتمون، حتی مدلی که بدنمون نشسته، نزدیکیمون به طرف، فرضاً طرف اگر دست راست من نشسته حرف میزنه، من نمیتونم روم به دست چپم باشه و دارم روزنامه‌مو میخونم یا دارم تلویزیون نگاه میکنم میگم خب بگو. باید فعالانه سر تا پا گوش بهش نگاه کنم، دقت بکنم، با دل و جان گوش بدم. ما یک اصطلاحی داریم که میگیم با گوش دل و جان به عزیزان باید گوش بدیم. وقتی نگاه میکنیم با چشم دل و جان و با اون عشق باید نگاهشون بکنیم. این همون گوش دل و جان هست که باید بهشون بدیم. پس ساکت گوش میدیم. هرچی که سن طرف اینجا کوچیکتر باشه بیشتر به نظر میاد که تمام دنیا زیر و رو شده، چون دنیای بچه ها و جوان ها انقدر کوچیکه، زمانی که زندگی کردن انقدر کوتاهه که یه دونه 2 تا مسئله تمام این زندگیشون رو زیر رو میکنه. یه بچه‌ای که یه روز تو مدرسه ناراحت شده فوری میاد میگه دیگه مدرسه رو دوست ندارم، معلمامو دوست ندارم، این بچه‌ها رو دوست ندارم، دیگه نمیخوام مدرسه برم، دنیاش عوض میشه. ولی همون بچه 5 دقیقه بعد که آرامش پیدا میکنه، مدرسه و دوست و همه رو دوست داره و فردا با اشتیاق میره بازی میکنه. بنابراین اگر عزیزی اومد و به نظر رسید که تمام دنیا زیر رو شده و همه چی بده، این احساسات این طرف هست، این شدت احساسات طرف و ناراحتی طرف هست. همه دنیا با هم دیگه بد نمیشه برای هیچ کسی. همیشه یه گوش هست که این ناراحتی رو پیش میاره. بنابراین ما ساکت گوش میدیم، اجازه میدیم که دلش رو خالی بکنه. معمولا تعداد زیادی داستان میگن، این اتفاق افتاد، اون اتفاق افتاد، این کارو بهم کردن، اون کارو کردن، این درست نبود، این غلط بود، این ناراحتم کرد. و ما داستانا رو با توجه و دقت گوش میدیم و باید داستانها یادمون بمونه، چون چند ثانیه بعد باید بهش عکس العملی نشون بدیم. فرض بفرمایید این بچه از مدرسه اومده میگه ساندویچی که برای ناهار برده بودم افتاد، یه نفر پا گذاشت روش، ساندویچم خراب شد، بچه‌ها بازی کردن تو حیاط، با من کسی بازی نکرد، یه امتحان داشتیم، امتحان خیلی بد بود، معلم بی‌انصافی کرد، سوالای سخت کرد، کلاس سرد بود، شلوغ بود، نتونستم توجه کنم. میاد میگه تمام این روز خراب بوده. ما چند ثانیه گوش میدیم. بعد وقتی که این شخص ساکت شد که اون طوفان بزرگ رو برای ما، گردباد بزرگ قلب و فکرش رو باز کرد، دقت بفرمایید که مسائل سطحی بالاتر که آماده تر هستن، پرفشارتر هستن، مثل اون مراحل اول آتش فشان میان بیرون، ولی معمولا زیر 1-2 تا لایه دیگه هست. بعد ما میتونیم مرحله دوم سوالاتی ازشون بکنیم که در احساسات و مسائل رو بیشتر باز بکنه.
حتی اگر اینایی که مطرح کردن ما میدونیم نصفش غر زدن شکایت کردن بوده، فرق نمیکنه. ما با احساسات مردم نمیتونیم بجنگیم، احساسات کسی رو مورد سوال نمیتونیم قرار بدیم. اگر این بچه یا این عزیزی که پیش من اومده این احساس رو میکنه، این احساس مال خودشه و درست یا غلط من باید بهش احترام بذارم. لازم نیست موافق باشم، ولی باید بهش احترام بذارم و بهش رسیدگی بکنم. پس در مرحله دوم چند تا سوال کلی میکنم خیلی کوتاه که در قلبش دوباره باز بشه. یه چیزایی مثل این که چطور مگه؟ دیگه چی؟ برام بگو. اگر صادقانه از ته دل متأثر شدیم میتونیم بگیم که خیلی متاسفم که اینو شنیدم. چقدر ناراحت شدم که این بلا امروز سرت اومد. البته روابط انسانی باید در نهایت صداقت و خلوص نیت باشه. اگر که غیر از این باشه کلامی که ما میگیم مؤثر نخواهد بود. اگر از ته دلم نشکسته که روز این شخص بد بوده لازم نیست که بگم. ولی اقلن باید سوالهای رو بکنم که سوالهای کنجکاوانه نه، سوالهایی که در قلب رو باز میکنه. چطور مگه؟ دیگه چی؟ برام بگو، تعریف کن. دیگه چی؟ بیشتر تعریف کن. یه عبارت‌های رو استفاده میکنم که اون طرف تشویق بشه بیشتر حرف بزنه. وقتی بیشتر حرف میزنه به لایه‌های عمیق‌تر احساسات توی قلبش میره و معمولاً یکی دو تا مسئله دیگر رو به اون مسائل اول بهانه‌ها و لیست‌ها اضافه میکنه. در مرحله سوم، حالا که ما همه داستانا رو شنیدیم، در مرحله سوم حدس خودم، درک خودم رو از احساساتی که این شخص داره باهاش در میون میذارم. دقت بفرمایید که این شخص داستان تحویل من داده. نهارم چی شد؟ با هم بازی نکردن، معلم چی کار کرد، کلاس سرد بود، امتحانم بد شد. اینو همه داستانه. کار مؤثر برگ برنده در دست من، اونی که سازنده است، اینه که تو فکر خودم حدس بزنم که احساساتی که پشت هر کدوم اینا داشته چی هست و در مرحله سوم اینا رو باهاش در میون بگذارم. و هیچ اشکالی نداره اگر که من این احساسات رو درست حدس نزده باشم. حتی اگه 90% رو هم اشتباه بکنم مسئله نیست. مثلا میتونم بگم ای چقدر ناراحت شدم، ای تو از صبح تا حالا گرسنه موندی، نهارتو نخوردی، غذا نداشتی. ممکنه این بچه منو تحسین بکنه، بگه نه تولد دوستم بود، مادرش یک کیک بزرگ آورده بود مدرسه، من 4 تا تیکه کیک خوردم. خب پس بیش از حدم سیره. اگه تصحیح بکنن اشکالی نداره. مثلا تو ناراحت شدی، احساس کردی عقب موندی، احساس کردی جا موندی، احساس کردی تنها موندی، هرچی که حدسمون هست که همه بچه‌ها تو حیاط بازی کردن، با تو بازی نکرد کسی. ممکنه بگه نه مثلا فلان بازی رو داشتن انجام میدادن، من اصلا دوست ندارم، اگه دعوتم میکردنم بازی نمیکردم. به بعضیا ممکنه بگه بله، بعضیا رو ممکنه تصحیح بکنه. و انقدری که این صحبت ما مثل جریان یه رودخونه ادامه داره، هر چند باری که ما رو تصحیح بکنه هیچ اشکالی نداره. فقط مهم این هست که این جریان این رودخونه صحبت ما قطع نشه، وسطش سدی ساخته نشه. برای همین خدمتتون عرض کردم در این قسمت دوم که سوالایی رو میکنین که در احساس باز میشه، سوالای کنجکاوانه نکنید عزیزان. ایشون تو قلبشه، داره از قلبش برای ما صحبت میکنه، قلبش رو میریزه بیرون جلوی ما. اگر من بگم خب چه ساعتی این اتفاق افتاد، مگه معلمت اونجا وای نسوده بود، آیا به کسی گزارش داده یا نه، زنگ اول بود یا زنگ آخر بود، چندم بود، چی بود؟ اگر این که داره در احساساتش باز شد و میریزه بیرون، من مجبورش بکنم که برو تو مغزت، چون من کنجکاوم 3-4 تا جواب دقیق علمی برای من بیار بیرون. چند بار که این تکرار بشه، این بچه تو زندگی اتوماتیک یاد میگیره که هر وقت پر از احساسات بودم، پر از درد بودم و این فشار اومد، باید درشو بذارم، برم تو مغزم دنبال منطق بگردم و اینا رو باید مثل دیگه زودپز، دیگه بخارپز فشار بدم بره تو.
عزیزان من، این تبدیل میشه به بزرگسالانی که عصبانی هستند، افرادی که هرگز یاد نگرفتن، تمرین نکردن و شاید محیط امنی نداشتن که احساساتشون رو مطرح کنن. متاسفانه اجتماع بشری به آقایون خیلی بیشتر این خیانت رو کرده که احساس نداشته باش، احساستو نشون نده، راجبش حرف نزن، پسر که خودشو لوس نمیکنه، پسر که گریه نمیکنه. این درسایی که تو اجتماع با نیت خوب ولی با اجتماع بزرگ به بچه ها میدن. برای همینه که تعداد آقایون عصبانی در اجتماع خیلی بیشتره. ما هممون انسان هستیم، هممون احساس داریم و وقتی این آتش فشان درمون شروع میشه باید محیط امنی داشته باشیم که این احساسات بیاد بیرون. بنابراین باید مواظب باشیم که سوالهای منطقی نکنیم که این طرف مجبور نشه احساساتشو قورت بده و بره تو سرش. حتی اگر اون اطلاعات مهمه نگه میداریم برای یه رو بعد، نیم ساعت بعد، فرداش، هر موقعی که هر دوتامون آروم نشسته بودیم. حتی اگر برای راه چاره کمک لازم داریم از اون اطلاعات، اونو بعداً میگیریم. در اون لحظه‌ای که ایشون داره احساساتشو میریزه بیرون، اون اشتباه بزرگی هست. پس ساکت گوش دادیم، سوالایی که در قلبشون باز کرد رو پرسیدیم، درک خودمون رو از احساساتی که ایشون داد گفتیم. در واقع ایشون هی داستان تحویل داد، ما روی هر کدوم داستان‌ها 3-4 تا احساس گذاشتیم. پس تنها موندی، پس بیکس موندی، پس بهت توهین شد، پس قصه خوردی، پس اینجا گرسنه بودی، پس اینجا دردت اومد. داستان رو تکرار نمی کنیم. این داستان تکرار کردن یک اشتباه مسلحی هست که خیلی ها انجام میدن. افراد بزرگسال یه خورده در قلبشون بسته میشه و دیگه کاری ندارن باهاتون، ولی بچه ها بهتون نگاه میکنن انگار که این آدم بزرگ اصلا نمیفهمه من دارم چی میگم. خب من همین الان اینا رو گفتم، چرا تکرار میکنی؟ اگه فهمیدی چرا حرف منو تکرار میکنی؟ یه چیز گیج کننده به هم ریخته‌ای میشه که باعث میشه که یه پلی بسته بشه و این صحبت ادامه پیدا نکنه. یه سدی میبخشید. بعد از اینکه احساسات طرف رو بازگو کردم، اسم احساس روی داستانهاش گذاشتم و ایشون تصحیح کرد یا گفت نه این درسته اون غلطه، مرحله بعدی من درک خودم رو از مشکل اصلی ذکر میکنم. فرضاً این بچه میگه نه بازی که برای من مهم نبود، تنها نموندم، نمیخواستم اون بازی رو، مثلا فوتبال بازی میکردن که من دوست نداشتم، نه گرسنم نیست کیک خوردم، نه چی. پس حدس من اینه اگر یکی این داستانایی که گذاشته جلو من رو داره پاک میکنه، میگه این نبود، پس حدس من اینه که خب شاید این بچه امتحانش صبح اول وقت خراب شده که تمام روزش خراب شده، حالا داره راجع به همه چی شکایت میکنه. بعد میگم خب پس به نظر میرسه حدس خودم از مشکل اصلی، به نظر میرسه امتحانت که خراب شد خیلی رو روزت اثر گذاشت. متاسفم که این تجربه رو داشتی، دلمو شکست که اینجوری قصه خوردی، همه روزت خراب شد. هرچی که صادق از قلبم میاد بیرون رو میتونم بگم. ایشون یا میگه بله، یا اینکه تصحیح میکنه دوباره، و تصحیح کردنم مسئله نیستش. تصحیح بکنه فرضاً یه لایه دیگه‌ای که ممکنه بیاد بیرون میتونیم باشه که نه امتحان اونقدر مسئله نبود، درصد زیادی از نمره حساب نمیشه، ولی صبح اول وقت که رفتم مدرسه بهترین دوستم گفت که داره از این شهر میره و دلم براش تنگ شده و از صبح دارم قصه میخورم. دیگه امتحان و معلم و کلاس سرد بود و کی شلوغ کرد و بازی و نهار و همه چی بهانه هایی شد که دنبال این اومد بیرون. ایشون حالش بد بوده، روزش بد بوده، هرچی که دور برش اتفاق افتاده رو ناراحت دیده و بهش فشار آورده. در واقع طاقت هیچ چیزی رو نداشته. و اگر که ما به این مرحله رسیدیم، گفتم فرضاً پس امتحانت خراب شد که روزت خراب شد، اگر گفت بله، ما میریم تو این که خب دربارش چی کار بکنیم. اگر که گفت نه منو تصحیح کرد، به یه قدم پنجمی میرسیم. فرضاً اطلاعاتی که داد که دوستم داره از شهر میره،
ممکنه من لازمه 30 ثانیه گوش بدم. ممکنه بگم چطور مگه من نمیدونستم، چطور مگه دارن از شهر میرن بیرون. ایشون ممکنه بگه مثلا صبح اومد مدرسه اینو به من گفت. ممکنه لازم باشه یکی از 4 تا قدم بالا رو انجام بدم یا ساکت گوش بدم یا یک سوال بکنم که در دلش باز شه، بیشتر احساساتشو بریزه بیرون. اگر احساساتی ریخت بیرون حتما باید من یه عنوانی روش بذارم. دوستم گفته دارم میرم، من باید اسم اون احساس رو برایشون پیدا کنم. و عزیزان من این یک هنری هست. تحقیقاتی که کردن نشون داده که حد متوسط افراد روی کره زمین، افراد باهوش فعال قادر قابلی که تو اجتماع امروز دارن فعالیت میکنن و هر کدوم هزارها میلیونها کلمه بلد هستن، تعداد کلماتی که برای اسم احساسات بشری بلدن بین 9 تا 14 کلمه هستش. این تحقیق رو ریدر اینستیتوت، یه انستیتوی هستش که متخصص ناراحتی‌های تغذیه‌ای هستش، ناراحتی‌های خیلی شدید تغذیه‌ای هستش، انجام داد. و این برای قرن 21 یک آمار خیلی ترسناکیه. یعنی هنوز در قرن 21 ما عادت نکردیم، یاد نگرفتیم که اسمی برای احساساتمون داشته باشیم. خیلی ها وقتی ناراحت میشن هی میگن من عصبانی شدم. عزیزان عصبانیت اصلا احساس نیست، این کلمه غلطه. عصبانی یعنی مقدار زیادی احساسات و مسائل حل نشده قدیمی تو قفسه سینم نشسته، مثل رسوبات ته دریا، هی رو هم نشسته و الان طاقتم تموم شده، مثل آتش فشان شدم، دهنمو که باز میکنم آتش فشان میاد بیرون. این یه دونه احساس نیست، این موقعیت قلب و روح طرف رو به ما نشون میده. و ما خیلی کلمه های درست دیگر رو میتونیم جای این جایگزین بکنیم. خدمتتون عرض کردم که ما ضمانتمون این هست که وقتی افراد در هر سنی یک مسئله براشون پیش میاد، قابلیت رو اینو دارن و به عنوان یک انسان قادر هستند که مسئلهشون رو خودشون حل کنن. ولی ممکنه تمرین نداشته باشن، ممکنه تو محیطی بزرگ شدن که اصلا این عادت رو نکرده باشن. هر وقت مسئله داشتن یه نفر دویده جلو براشون حل کرده گذاشته جلوشون. گرسنمه بیا اینو بخور. خسته شدم این کارو بکن. چی کار کنم برات یه ایده دارم. چیشی بپوشم فوری یه جواب براش دارن. اینا اگرچه که ظاهراً کمک و محبت و فداکاریه، ولی در واقع پروبال این شخص رو میچینه، چه بچه چه جوان چه بزرگ، وابستگی ناسالم ایجاد میکنه و این شخص هرگز تو زندگیش قابلیت حل مشکل، اصلا دیدن راه حل خودش رو پیدا نخواهد کرد. ما باید خاطرمون جمع باشه که حتی بچه 2 ساله میتونه مشکلات خودش رو حل کنه، چون مشکلاتی که دنیا بهش میده مشکلات 2 ساله است. جبر و مثلثات که به بچه 2 ساله نمیدن که. بچه کوچولوی 4-5 ساله رو بهش حروف الفبا میدن، اگرچه که وقتی جلوش میذارن خیلی سخته، میگه وای این همه حرفو من چجوری یاد بگیرم، از حفظ کنم، بنویسم، بخونم، چی؟ ولی همشون در عرض چند هفته یاد میگیرن. چرا؟ چون در اون سن قادر هستن که از پس این چالش زندگی بر بیان. کلاس دوم سوم که میرن جدول ضربو میذارن جلوش، دوباره این بچه‌های فیوز میپرونن که وای این همه عدد رو گذاشتین تو این کاغذ، من همه رو چجوری حفظ کنم؟ ولی همشون آخر هفته حفظ میکنن، چون در اون سن قادر هستن، قابلیت این رو دارن، برنامه ریزی مغزشون به اندازه کافی کامل هست که این رو از حفظ کنن. به دبیرستان که میرن جبر و مثلثات براشون میاد، دوباره همشون یه فیوز میپرونن که این سخته، که این نمیشه، که این چی، ولی همشون یاد میگیرن، آخر ترم کلاس رو قبول میشن. این به ما اطمینان خاطر میده که وقتی دنیا یک چالش جلوی پای ما میذاره، ما قادر هستیم که اون رو حل بکنیم.
یک نظم بزرگ عجیب غریب غیر قابل تصوری در زندگی انسان روی کره زمین هست و ما اگر این اطمینان رو داشته باشیم که مسائل زندگی سایز خودمون هستن، اندازه خودمون هستن یا کوچیکتر و حتما میتونیم از پسشون بر بیایم، یه موقع باید مشورت کنیم، یه موقع باید تحقیق بکنیم، یه موقع باید فکر بکنیم، آروم بشیم، وقت بگیریم، ممکنه قدم‌های لازم باشه برداریم، ولی میتونیم از پس مسائلمون بر بیایم و هر وقت عزیزانمون رو تشویق بکنیم که مشکل خودشون رو خودشون حل بکنن. چند دقیقه دیگه خدمتتون عرض خواهم کرد که چه معجزه‌ای انجام میده. برگردیم سر 5 قدممون. به جایی رسیدیم که مرحله 4 بچه میگه بله، اشکالم امتحان صبحم بود، یا ما رو میکشونه تو مرحله 5 میگه نه دوستم داره از شهر میره. وقتی که گوش کردیم و احساسات مطرح شد و هر دوتامون موافقت کردیم که مسئله اصلی اینه، کسی که معمولاً بلافاصله به راه حل تو اتوماتیک تو فکرشون میرسن. خیلی وقتا شده که وسط این 4-5 مرحله بچه میگه خیلی خوب میخوام برم دیگه بازی کنم. یعنی که فکرم باز شد، راه چاره رو پیدا کردم، دیگه لازم نیست راجبش حرف بزنم و اون موقع ما باید رهاش کنیم. دیگه دنبالش نمیریم که من مرحله 4-5 به تکلیف شدم ما هنوز انجام ندادم. بعضی وقتا به اینجا که میرسن یه خورده مکس میکنن. اون کسی هست که عادت نکرده مسائل رو بلافاصله به راه چاره برسونه. یه سوالی که ما شنونده میتونیم ازش بکنیم اینه که خب در مورد این چی کار دوست داری بکنی؟ وقتی عادت ندارن و تمرین نکردن، تو محیطی بزرگ نشدن، در هر سنی، این ممکن آدم 30 ساله باشه، وقتی که عادت نکردن که بلافاصله راه چاره رو برن تو مغزشون کند و کاف کنن و پیدا کنن، ممکنه بگه نمیدونم. بعد میگه خب یه خورده فکر بکنیم، اینجا دارین بهاش میپیوندین، شما همکاری نشون میدین، ببینیم چه کارایی میشه انجام داد. باید جمله ما جمله‌ای باشه که طرف فکر نکنه ما دنبال یه جواب کامل طلایی داریم میگردیم و فقط هم یه جواب، پس ما داریم تو دنیا دنبال یه جواب میگردیم. معمولا هیچ مسئله‌ای تو زندگی یه دونه جواب نداره. بنابراین میگیم ببینیم، فکر بکنیم، ببینیم چی به فکرمون میرسه، چه راه چاره هایی به فکرمون میرسن، چه کارهایی رو میتونیم انجام بدیم. ایدئال اینه که اجازه بدیم اول طرف چند تا راه چاره مطرح بکنه، بعد از اینکه ایشون چند تا راه چاره مطرح کرد، ما مگر راه چاره‌ای داشته باشیم میتونیم به عنوان پیشنهاد تقدیم بکنیم و از چند تا مسئله که مطرح شده خود اون طرف، خود گوینده راه چاره‌اش رو پیدا میکنه، یا اینکه میگه راجع به اینا فکر میکنم ببینم چی کار میکنم و بلافاصله چراغات تو مغز روشن میشه، چون احساسات فرو کشیده، اونی که باید بیرون میریخته، اون آتش فشان و طوفان بیرون ریخته شده، تمام این که دنیا به هم ریخته بوده تبدیل به این میشه که دنیا آرومه، فقط یک مسئله وجود داره و وقتی طرف آرومه، فکر و قلب آرومه، یک مسئله مشخص شده، حتما به راه چاره خودش میرسه. و هدف اینه که از این واکنشی که اتفاق افتاد، از این پروسه‌ای که اتفاق افتاد، طرف یاد بگیره. بچه‌هایی که با این سیستم بزرگ میشن، عزیزان شما توی یک مدرسه‌ای که 200 تا شاگرد داره اگر برین، راحت میتونین تشخیص بدین که بچه‌ای که با این سیستم بزرگ شده کدومه. معلم‌ها و مدیر و ناظم همیشه میگن یه چیزی در مورد این بچه متفاوته، نمیدونم چیه ولی انقدر خوبه که اگر تو هر کلاس یه دونه شاگرد مثل این داشتم خوشبخت بودم. خیلی مشخصه این بچه شادتره، راحتتره، راه حل پیدا میکنه، با خودش راحته، با دیگران راحته، موفقه، پیش میره، اختیار کار رو دستش گرفته، همیشه کار درست رو انجام میده، همیشه تصمیمای درست رو انجام میده، با همه میسازه. اصلا وجود این شخص عوض میشه و این تکنیک ها رو در هر سالی سنی میتونیم یاد بگیریم. خدمتتون عرض کردم که ما وقتی این تکنیک ها رو پیاده میکنیم، ما در اثرش پیشرفت میکنیم و رشد میکنیم، طرف مقابل رشد میکنه و رابطمون رشد میکنه. عزیزان، روابط سالم انسانی، هر رابطه سالم انسانی بین هر دو نفری روی 3 تا پایه محکم وایسادن. این 3 تا پایه هست
که روش این ساختمون آسمون خراش بلندی که تا ابد پیش میره رو ما داریم، این ساختمون رابطه رو داریم میسازیم. این سه تا پایه عشق، احترام و اعتماد هستند. دقت بفرمایید، البته این گوش دادنی که صحبت کردیم توضیح دادنش خیلی بیشتر از انجامش وقت گرفت. انجام دادنش یه موقع 2 دقیقه است، 3 دقیقه است. با آدم بزرگ و مسائل بزرگ بعضی وقتا 5 دقیقه است. ولی دقت بفرمایید که با این تکنیک‌های بسیار ساده، با مقدار کمی که وقت گذاشتیم، چقدر احتراممون بالا رفت بین ما 2 نفر، چقدر اعتمادمون به هم دیگه بالا رفت، چقدر عشقمون به هم دیگه بالا رفت، چقدر در محکم کردن پایه این ساختمونی که تا ابد باید پیش بره ما بی زحمت کار کردیم و فایده بردیم. و چقدر در این مورد برای عزیزانمون حفاظت خریدیم، در واقع بیمه زندگی و سلامت قلب و روح خریدیم. چرا؟ برای اینکه وقتی این طرف پیش شما اومد، در بدترین حالش پیش شما اومد، امنیت رو دید، تمام مسائلش رو بدون ترس بیرون ریخت و قبول شد. وجودش، حالش، طوفانش رو شما قبول کردین. خدمتتون عرض کردم حتی لازم نیست ما موافق باشیم، ولی قبول میکنیم که چطور یه شخص دیگه در چنین حالی میتونه حالش این باشه، میتونه فکرش مغشوش باشه، میتونه به هم ریخته باشه. و بعد هر 1 دقیقه‌ای که با شما صحبت کرد، قلبش آروم شد، فکرش آروم شد، مسائل دنیاش که به هم ریخته بود روشن شد و راه چاره رو پیدا کرد. شما فکر میکنین دفعه بعد که چیزی تو دنیا این شخص رو ناراحت بکنه پیش کی خواهد رفت؟ وقتی با شما صحبت کرد و اینقدر در مورد خودش احساس خوبی کرد، اعتمادش به شما میره بالا. وقتی آدم اعتماد زیاد به کسی براش داشته باشه، طبیعتاً احترام داره، برای اینکه تمام قدم‌های درست رو برداشتیم. و وقتی اعتماد و احترام بالا بره، عشق هم در رابطه میره بالا. این 3 تا پایه‌ای که خدمتتون عرض کردم، هر عاملی در زندگی، هر قدمی که برداریم که یکیش رو محکم‌تر و بهتر بکنه، 2 تای دیگه هم محکم‌تر و بهتر میشن. و خدای نکرده هر عاملی که یکی رو متزلزل بکنه و آسیب برسونه، رفته رفته 2 تای دیگر رو هم آسیب برسونه و متزلزل میکنه. اینه که خیلی مهمه در روابط انسانی این 3 تا پایه رو مواظب باشیم، حفاظت کنیم، در رشد و محکم بودنش بکوشیم با صدها قدم کوچیک بی زحمت، و مواظب باشیم که رابطه روی این پایه ها باز میشه. شما حتما در زندگیتون جوونا و نوجوانایی رو دیدین که یه مسائلی که اتفاق میفته تو مدرسه، تو محیط اجتماع، برای پدر مادرشون تعریف نمیکنن. خیلی وقتا برای خاله عمه کسی تعریف میکنن، خیلی وقتا برای پدر مادر دوستشون تعریف میکنن، بعضی وقتا برای مادر بزرگشون تعریف میکنن، بعضی وقتا برای هیچ آدم بزرگی صحبت نمیکنن. چرا؟ خودشون نمیدونن چرا. به خاطر اینکه 1 بار، 2 بار، 3 بار، 2 سالگی، 5 سالگی، 8 سالگی اتفاقی افتاده پیش این شخص بردن و تجربه اون گفتگو بهشون نشون داده که این فرزند، این پدر یا مادر ظرفیت شنیدن این حرفا رو ندارن. اگر بگم فلان دوستم این کار خطا رو تو مدرسه کرد، فوری ناراحت میشن، فوری عصبانی میشن، فوری قدغن میکنن که من دیگه باهاش حرف بزنم، فوری یا میخوان به مدیر ناظم خبر بدن، به پدر مادر بچه خبر بدن، و به جایی که منو آروم بکنن یک آشوب و طوفان بزرگی به پا کردن که من اون رو علاوه بر باری که رو دوشم هست دیگه نمیتونم تحمل کنم. بنابراین خیلی زود، بعضی وقتا با 1 مثال یاد میگیرن که من دیگه چنین مسئله‌ای رو برای چنین شخصی نبرم، چون ظرفیتش رو نداره. ولی اگر در هر سنی ما شروع بکنیم این گوش دادن فعالانه و مؤثر رو انجام بدیم، خیلی از اینها رو، البته باید صادقانه باشه، از ته قلب باشه، با پذیرش باشه، با آرامش باشه، خیلی از این الگوها رو میتونیم بهتر کنیم.
فرزند بچه فکرش این میشه که خب وقتی 10-12 سالم بود مادر پدرم کلافه تر بودن، بیشتر کنترل میکردن، ولی الان که من قدم بلند شده و قشنگ صحبت میکنم ببین چقدر قشنگ میشونن پای حرف من. ما خیلی وقتا میتونیم تجربه های خوب رو در رابطمون پیاده بکنیم که بعضی از مسائلی که اتفاق افتاده رو انشالله بتونیم پاک بکنیم. با اجازهتون صحبت امروز رو به انتها میرسونیم. ممنون از توجهتون، از وقتتون، از محبتتون و همراهیتون با این برنامه و در برنامه‌های آینده قسمت‌های بعدی که مشکلی وجود نداره در رابطه یا من مشکلی دارم یا هر دوتامون با هم مشکلی داریم رو مطرح میکنیم و تکنیک‌های لازمه رو برای بهبود رابطه و پیشرفت وجود خودمون مطرح خواهیم کرد. با یک دنیا تشکر از گروه بریج تو ساکسس، پلی به موفقیت. همگی رو به خدای بزرگ می سپارم.